من حیث یک مسلمان امروز در جامعه‌ای که من اینجا استادستم صحبت میکنم 98% جوان بی هدف زندگی میکند. 98% جوان من تو هدف ندارد. اگر هدف داشته باشه مادرای ما جدا مسئولیت باید بگیرن، خواهرای ما جدا باید مسئولیت بگیرن، جوان و نوجوان باید جدا مسئولیت بگیرن. اگر این مسئولیت ها درست به شکل اساسیش ادا شود امروز چرا اینقدر اسلام بی معنا و بی ارزش شده در مقابل مردم؟ چرا امروز مردم از اسلام نفرت دارن؟ چرا خواهر امروز از حجاب نفرت دارن؟ چرا خواهرم امروز به خاطر اینکه آزادیش ازش گرفته شده قد علم میکنه؟ آزادی چیست از دید ما خواهرم؟ آزادی این که مستری لچوتنی رو در کجا بس کجا باید بدن. آزادی این هست که آنکه آزادی من حکومت امارات گرفته، چی نوع آزادی تو را حکومت گرفته؟ فقط چادر را گفته مثلا بگو، لباست را دراز بگو، تنت را به مردم نشان ندین، ساق پایت را به مردم نشان ندین، امی آزادی هست؟ نه عزیزم، میفهمی آزادی چیست؟ آزادی یعنی قرآن به دست گرفتن. آزادی یعنی به خاطر قرآن زحمت کشیدن. تو خبر داری که رسول الله دندان مبارک شده ای را شهید کردن؟ تو خبر داری که هزارات صحابه ای را شهید شده؟ نه، من تو که شهید نشدیم، من تو که دندان ما ای را از بین نرفته، من تو که پای و دست من ای را میده نشده. به همین دلیل امروز من تو به هدف است، هدفی نداریم. جوان امروز بی مسئولیت، نوجوان امروز بی مسئولیت، مادر امروز در مقابل تربیت اولاد بی مسئولیت، خواهر امروز بی مسئولیت،